منطقه تمران یکی از زیباترین و حاصلخیزترین مناطق ولسوالی کیتی در ولایت دایکندی است. این منطقه با رودخانه‌ای که از میان آن می‌گذرد، جان تازهایی به زمین‌های زراعتی و باغ‌های سرسبز می‌بخشد. تمران به خاطر زمین‌های حاصلخیز خود، محل کشت محصولات متنوعی مانند گندم، جو و میوه‌هایی چون زردآلو، بادام و انگور است. مردم تمران به مهمان‌نوازی و زندگی ساده روستایی شهرت دارند. شغل اصلی اهالی کشاورزی و دامداری است و زندگی روزمره آنها با طبیعت گره خورده است. رودخانه‌ای که از میان منطقه عبور می‌کند، علاوه بر تأمین آب زراعتی، زیبایی طبیعی ویژه‌ای به این منطقه بخشیده است. تمران همچنین دارای مسیرهای ارتباطی محلی است که آن را به سایر مناطق ولسوالی کیتی متصل می‌کند. خانه‌های گیلی، کوه‌های بلند اطراف و فضای آرام این منطقه، تمران را به مکانی ایدئال برای زندگی و تجربه طبیعت تبدیل کرده است. هر کسی که به تمران سفر کند، محو سادگی و زیبایی بی‌پایان آن خواهد شد.